5 اشتباه خطرناک در مصرف پرستامول. قبل از استفاده از پرستامول، این نکات مهم را بدانید. 1. بیشتر از مقدار توصیه شده مصرف نکنید. مصرف زیاد پرستامول می تواند به کبد آسیب جدی برساند. 2. با الکل استفاده نکنید. ترکیب پرستامول و الکل خطر آسیب کبد را افزایش می دهد. 3. چند داروی مشابه را همزمان نخورید. بعضی داروهای سرماخوردگی هم پرستامول دارند. 4. دوز کودکان متفاوت است. برای کودکان باید مقدار مخصوص سن و وزن استفاده شود. 5. اگر درد ادامه داشت، به دکتر مراجعه کنید. امیدواریم این معلومات برای شما مفید باشد. برای ویدیوهای بیشتر، صفحه ما را دنبال کنید. د نورو ویدیوگانو دلیدو لپاره زمور چنل تعقیب کنید.